داستان پارتی تست. این داستان ها واقعا اتفاق افتاده. فقط تصور کنید. یه بار یکی از دوستان که نامزد بود اومد پیشم با استرس گفت با نامزد شیطونی کرده و میترسه باردار بشه. بهش گفتم بیبی چک بگیر. گفت روم نمیشه. گفتم من برات میگیرم. گفت پس 2 بگیر. از که سوار سرویس شدیم به راننده گفتم بی زحمت جلوی داروخونه نگه دار، من باید قرص بگیرم. زن داداشم یواشکی گفت واسه منم بیبی چک بگیر. گفتم باشه. رفتم داروخونه گفتم آقا ببخشید بیبی چک دارید؟ یه دونه گذاشت رو میز. گفتم بی زحمت 7 بدید. یکم با تعجب نگام کرد و بعد 7 گذاشت تو نایلون داد بهم. یهو با خنده گفت ببخشید خانم چک پارتی دارید؟